درود دوستان گرامی، به این ویدیو خوش اومدین. در ابتدا از دوستانی که ویدیو قبلی رو تا انتها دیدن و لذت بردن اینجور که دیدم و سپاسگزاری کردن و همچنین از دوستانی که کامنت گذاشتن و سوال پرسیدن کمال سپاس و تشکر رو دارم و من میخواستم دونه دونه پاسخ بدم به سوالات شما، ولی دیدم شاید بهتر باشه یه ویدیویی تهیه کنم و این سوالات رو به صورت کلی و جنرال تا اونجایی که بتونم جواب بدم، چون میتونه مفید باشه برای همه و اینکه همه شاید وقت نکنن بیان دونه دونه کامنت ها رو بخونن و ببینن من به شما چه پاسخی دادم و این سوال میتونه سوال خیلی از دوستان دیگه هم باشه. بنابراین تصمیم گرفتم که حتما این ویدیو رو به عنوان ویدیو پاسخ به کامنت ها بسازم و امیدوارم که براتون مفید باشه و تا اونجایی که بتونم پاسختون رو درست بدم و مفهوم باشه براتون. دوست عزیزی از من توضیح خواسته بودن در مورد دستمزدها و گفته بودن که میخوان رشتهشون رو به هیستولوژی تغییر بدن. من نمیدونم که رشته اولیه شما چی بوده و مدرک تحصیلیتون چی هست، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، و تغییر دادن رشتهتون به این رشته آیا مناسب شرایط حال شما هست یا نه. با توجه که به اینکه من هیچ اطلاعاتی از شما ندارم، ولی اینجوری در نظر میگیرم که شما یکی از رشته‌های بیولوژی یا بایوتکنولوژی و علوم آزمایشگاهی رو خونده باشین. اگر آشنایی با آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاه داشته باشید و سابقه کار در رشته علوم آزمایشگاهی و کار کردن آزمایشگاه رو داشته باشید، زیاد مهم نیست دقیقاً چه رشته آزمایشگاهی، مثلا فقط بخش هماتولوژی، فقط بخش سرولوژی یا تمام بخش‌های علوم آزمایشگاهی. تا اونجایی که من میدونم سیستم ایران مثل سیستم آمریکا نیست و علوم آزمایشگاهی شامل تمام بخش‌ها میشه و افرادی که وارد سیستم کاری میشن باید اطلاعات کافی و کاربردی در مورد تمام موارد علوم آزمایشگاهی داشته باشن. ولی در آمریکا این فیلدها بخش میشه، یعنی شما یه رشته هست به نام Medical Laboratory Science که همون تقریبا علوم آزمایشگاهی ماست. منتها وقتی که شما وارد کار میشین، اگر سرتیفیکیت مخصوص داشته باشید، مثلا شما رشته مدیکال ساینس لابراتوری ساینس رو میخونید، ولی در نهایت چون باید سرتیفیکیت SCP داشته باشید، میرید امتحان فقط مثلا ماکروبیولوژی رو میدید یا فقط امتحان هماتولوژی رو میدید یا مایلید که کل امتحانا رو بدید. اینجوری سرتیفیکیت تهیه میکنید و بعد وارد جذب بازار کار آمریکا میشید و فقط تو اون تخصص خودتون میذارنتون که کار کنید. اما ممکنه در بعضی آزمایشگاه‌ها که نیاز بیشتری دارن یه سیستم روتیشن باشه و شما رو جابجا کنن، مثلا بگن حالا مثلا برای 2 ماه شما تو هماتولوژی کار کن، شما مثلا تو ماکروبیولوژی کار کن. البته میگم همه اینا بستگی به مدرکتون داره. اگر شما یکی از این رشته‌های تجربی رو خوندید و الان میخواین به هیستولوژی تغییر بدید رشته‌تون رو، باید بگم که نمیدونم کجای این دنیا هستید. اگر در داخل ایران هستید، در داخل ایران میخواین تغییر بدید، من هیچ اطلاعاتی در مورد رشته‌های داخل ایران ندارم و نمیدونم که اگر شما رشته‌تون رو به هیستولوژی تغییر بدید آیا در ایران میتونه براتون مفید باشه یا نه. ولی اگر که در کشور خارجی هستید، یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکا یا کانادا یا حتی استرالیا، میتونم بهتون بگم که اگر لیسانس هستید میتونید اپلای کنید برای فوق لیسانس رشته هیستولوژی و اگر که فوق لیسانس هستید میتونید اپلای کنید برای دکترا. ولی اگر قصدتون فقط
کسب درآمد به خصوص از کشور آمریکاست و در آمریکا زندگی میکنید، شما باید حتما یک کورس بگذرونید. یعنی اگر که زبانتون خوبه و تافل دارید میتونید جوین بشید به مؤسساتی که این رشته رو ارائه میدن در حد 1-2 کورس، مثلا 6 ماه تا 1 سال. و وقتی که این کورس رو میگذرونید یه مقدار کردیتی بهتون ارائه میدن. کردیت اینجا همون فکر میکنم واحد درسی در ایران باشه. مثلا 12 واحد درسی هیستولوژی رو پاس میکنیم، بخشای مهمشو، و بهتون مجوز اینو میدن که شما برید تو SCP ثبت نام کنید و اونجا اعلام میکنید که شما این کورس رو گذروندین، ازتون تمام اطلاعات رو میگیرن و بعد شما میتونید برید تقریبا یه مبلغ حدود 400 خورده باید پرداخت کنید تا بتونید امتحان هیستولوژی یا هیستوتکنولوژی رو بدید. حالا این توضیح اولیه بود که شما گفتین میخواین رشته‌تون رو تغییر بدید. اگر بیشتر برای من توضیح بدید من میتونم در ویدیوی دیگه براتون باز اینو بازتر کنم، ولی با شرایطی که من دارم میخونم کامنتو میتونم اینجوری بهتون بگم که کسی که سابقه بین 1 سال تا 3 سال در هیستولوژی داشته باشه حقوقش یه چیزی بین $30 تا $35 ساعتی هستش. و اگر که سابقه اصلا نداشته باشید معمولا شروع این رشته در آزمایشگاه بدون تجربه کاری حقوق زیاد بالایی نداره، یعنی بین $22 تا $25. بعد از 1 سال حقوقتون رو اضافه میکنن، البته اگر که واقعا تمام مراحل رو یاد گرفته باشید و بدونن که شما برای اون آزمایشگاه مفیدید. و اگر تجربه بالای 3 سال به خصوص بالای 5 سال داشته باشید، به خصوص در بخش ایمونو هیستوکمیستری و اسپیشال استینینگ یا همون رنگامیزی های تخصصی، حقوقتون بالاتر میره و ساعتی بالای $40 بستگی به استیتی که شما هستید داره. یعنی اون ایالتی که هستید، بعضی ایالت ها کلا حقوقای بالایی نداره چون مخارج بالایی نداره. مثلا در کالیفرنیا مخارج بسیار بالاست، بنابراین اگر کسی بهتون یه حقوق مثلا $50 یا $55 میگه ساعتی، خب شما اگه بخوای حساب کنی که مخارج چقدر میشه، زیاد فرقی با یه شهر کوچیکی بهتون حقوق کمتری میده نداره، چون تو اون شهر کوچیک مخارج کمتره. و اگر که شما در حد این هیستولوژی رو توش پیشرفت کرده باشید و مدارکشو گرفته باشید که جایز باشه که شما رو به عنوان لیدرشپ قرار بدن در یک آزمایشگاهی، معمولا تاپیک اون شغل میزنن که هیستولوژی لید، یعنی رهبر یا نمیدونم سوپروایزر آزمایشگاه هیستولوژی. در اون صورت حقوق شما کمی بالاتر میره، بیشتر از $50 میشه. و من الان دقیقاً ساعتیشو نمیدونم، آخه اینجا بیشتر سالی حساب میکنن، مثلا میگن سالی $80,000 یا سالی مثلا $90,000. اما اگر واقعا متخصص در ایمونوهیستوکمیستری بشید حقوقتون بالای $90,000 در سال میشه. امیدوارم این توضیحات براتون مفید باشه، یعنی واقعا جواب سوالتون رو داده باشم. ولی بازم اگر سوال دیگه ای داشتین و اگر میتونستین اطلاعات سوالتون رو کاملتر برام بنویسید که رشتهتون دقیقاً چیه و تصمیمتون چیه برای تغییر به این رشته، من بهتر میتونم بهتون پاسخگو باشم. Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always?
be the ocean where unravel, be my own.